بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری از مردم فطرتاً و عادتاً این گونه بار اومدند که با کوچکترین چیزی آشفته می شوند، عصبانی می شوند و از حالت طبیعی خودشون بیرون می روند. یکی از توصیه های اکید رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پیروان خودش و برای اصحاب گرانقدر و گرامیشان این بوده که عصبانی نشوند، زود آشفته نشوند، از اسباب و مواردی که موجب خشم و غضب و آشفته شدن می شود از اینها در واقع دوری بکنند. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در روایتی که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیح خودش نقل کرده میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند که مردی وارد شد، آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که یا رسول الله مرا نصیحت بکن، یک توصیه، نصیحتی، دستوری بفرمایید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تغضب، عصبانی مشو. ظاهرا این جمله بسیار کوتاه است اما محتوایش، معنی و بار مفهومیش بسیار زیاد هست. فرمودند عصبانی مشو. اون فرد احساس کرد که خب این یک وصیتی هست، یک توصیه از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. مرتبه دوم گفت یا رسول الله بیشتر از این به من توصیه بفرما. بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تغضب. برای بار سوم فرمودند که مرا نصیحت بکن، توصیه بفرما به من. بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تغضب. این دستوری هست و توصیه هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از اصحابشون و طبعا به تمام من و شما که پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. پس بیاییم برادران و خواهران گرامی، از جاهایی که فتنه برانگیز است، خشم ما را، غضب ما را برمی انگیزد و موجب مشکلات دیگری خواهد شد، از این موارد ما پرهیز بکنیم. همیشه در ذهن ما و در خاطر ما این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم باید باشد که ایشون فرمودند عصبانی نشوید. اگر کسی حرفی خلاف میل شما زد، اگر کاری برخلاف مطابق میل شما عمل کرد و انجام شد، شما مبادا فوراً و بلا فاصله برافروخته بشوید، عصبانی بشوید و از حالت طبیعی خودتون خارج بشوید، بلکه انسان مسلمان باید همیشه سعی بکند که کنترل خیش را در اختیارش داشته باشد. جالب هست در روایت دیگر بازم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، روایت صحیح هست، امام بخاری اون رو نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس الشدید بالسرعه. انسان قهرمان، تنومند، با قدرت اون کسی نیست که دیگران را پشتشان را به زمین بزند، قدرت داشته باشد، توانایی داشته باشد. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. قهرمان واقعی، دلاور و پرتوان و پرقدرت اون انسانی هست که در هنگام عصبانیت خودش را کنترل بکند، بر خودش غالب بشود. بسیار سخت است که انسان در حالت عصبانیت و در حالتی که بسیار برافروخته هست بتواند خودش را کنترل بکند و اگر انسانی در چنین حالتی خودش را کنترل کرد، پس بنابراین معلوم می شود که این انسان بسیار توانمند و قدرتمندی هست. در روایت دیگر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس الشدید من غلب الناس. قدرتمند و پهلوان و قهرمان اون کسی نیست که بر مردم غالب بشود، و انما الشدید من غلب نفسه. قدرتمند و غالب اون کسی هست که بر نفس خودش غالب باشد، کنترل نفس خودش را در اختیار خودش داشته باشد. و جالب هست از یک جنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که از مشکلاتی در جامعه ما و گرفتاری ها و جنگ و دعواهای جلوگیری بفرمایند، به من و شما توصیه فرمودند که مواظب خودتون باشید، عصبانی نشوید.
تا حد الامکان سعی بکنید که عصبانیت خودتان را و خشم خودتان را کنترل بکنید. این یک دستور هست. اگر ما این کار را کردیم، دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم و توصیه ایشان را در واقع ما عملی کردیم. اما از جنبه دیگر وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم که الله متعال به خاطر فرو بردن خشم و ظاهر نکردن و عملی نکردن خشم ما، یک پاداش بسیار بزرگی رو الله متعال به ما خواهد داد. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید در روایتی که صحیح است و رسول الله صلی الله علیه وسلم اونو فرمودن. انس میگوید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: من کف غضبه کف الله عنه عذابه. من کف غضبه کف الله عنه عذابه. هر کسی که خشم خودش را فرو ببرد، عصبانیتش را اظهار نکند، این عصبانیتی که در زبانش هست و در چهرهش هست اینو در عمل اجرا نکند، عملا عصبانی نشود، هر کسی که جلوی نفس خودش را بگیرد و بر نفس خودش غالب بشود و خودش را کنترل بکند و عصبانیتش را فرو ببرد، میفرمایند که الله متعال هم عذاب خودش را از چنین انسانی باز می‌دارد. و من خزن لسانه ستر الله عورته. هر کسی که زبان خودش را کنترل بکند، زبان خودش را نگه دارد، الله متعال اسرارش را حفظ می‌کند، عوراتش را، معایبش را، اسراری را که نمی‌خواهد دیگران از آن اطلاع پیدا بکنند، الله متعال این اسرار را برایش حفظ خواهد کرد. و من اعتذر الی الله عذره. و هر کسی که نزد الله متعال و از الله متعال معذرت بخواهد، الله متعال عذرش را خواهد پذیرفت. پس بنابراین ما باید سعی بکنیم که در تمامی زمینه‌ها و در تمام جاها و در هر حالت و شرایطی که هستیم این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم را به خاطر داشته باشیم، تا این که سنی باشیم، عمل بر سنت و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده باشیم، و هم این که عذاب الله متعال را بدین سبب از خودمان باید دور بکنیم. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما چنان توانی بدهد که در هنگام عصبانیت خشم خودمان را کنترل بکنیم و آن گونه که رسول گرامی و محبوب ما از ما خواستند ما در واقع عمل بکنیم و بدین گونه در دنیا و آخرت انشاءالله سعادتمند و سرفراز زندگی بکنیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.